چطوره؟ از اونجایی که ما پارسال عید اومدیم شیراز ولی 4 روز موندیم تصمیم گرفتیم امسال هم بیایم شیراز. به نظر من شیراز و هر چقدرم بگردی بازم کمه. چقدر بامزن. اینا خیلی گوگلی هم. سریش در میاد 4350 ایمونیدی تکیه از بالا 670 760 نه اینا هم چهار پانش تو بود. شیراز خیلی قشنگه. کلا بازار پارسال خیلی بهتر بود. من یه عالمه پارچه خریدم ولی امسال اصلا انگاری چی نداشت. کلا بازار خیلی عوض شده بود و خیلی از مثلا پارچه فروشیاش کلا جمع کرده بودن چون فکر کنم هیچ کس لباس نمیدوزه. بیا نه ayma aksi. خیلی قشنگه. سپید دمی بنگر که زینه خون خورشیدی مجلس زمین چه منظره شد اینجا. تندیس کلا بسته. تو ماش قشنگه. رسیدیم زیتون. تندیس که بسته بود رفتیم مرکز خرید زیتون و اولم از طبقه آخر شروع کردیم که شهر بازی داشت. البته که اونجا وقت گذروند و ما هم همراهیش کردیم. بعد از اینکه یکی یکی همه مغازه ها رو تا ساعت 9 گشتیم آخر من رفتم همون کفشی که اولین مغازه دیده بودم و خریدم. آقا سلام از امارت شاپوری. فکر کنم قشنگترین جاییه که تو کل این سفر اومدیم. خیلی دوستش داشتم اینجا رو. اصلا دلم نمیخواد برم. اوه روشن شد. دستام رنگی رنگی شدم. هوای بارونی. شیراز امروز بازم بارونیه. کریم خان آخرین روزیه که شیرازی.
دارید؟ بله. ممنون. سلام. گروه اولی چند تا این 5 نفر. بچه در اول که بازا بشید و از اون وقت من سلام. 8 و 10 دقیقه است. ما تازه رسیدیم یزد. چند سالته؟ این 9 سالشه. اینا رو بریزم بچه ما 9 سالشه. ای خدا. خب حالا دوربین لحظه بگیر این طرف کار دارم. نمیشه دیگه. این در هم میبینید این کمد این دستی آقا این یه تیکه قشنگه ولی خب من با یزد دستم حال نمیکنم. منو برگردونی شیراز. آرتا آقا من دارم سعی میکنم قور نزنم و یه ویدیو حداقل براتون بگیرم از یزد که اینجا آتشکده تنها جایی بود که میشد ویدیو گرفت. حرکت کنیم دیگه. بله امپراتور، بله حتما. شما سلاجی میدونید. حرکت کنیم که شایدم وقتی رسید وقتی چشمم